یه سوال هست که اون که برای خیلی پیش اومده باشه، اونم اینه که مادر بزرگ گوین یعنی وردونا چطور تونسته حامله بشه و بچه های مکس رو به دنیا بیاره. اگه مثلا شما در حالت عادی نشسته باشید قسمت ها نگاه کرده باشید، چیز غیر عادی به چشتون نمیخوره. ولی مثلا اگه نشسته باشید یک کم دقت کرده باشید، یک کم طور تعجب میکنید که چطور وردونا که آنودایت و آنودایتا همشون از انرژی هن. یعنی دی این ای ندارن، چطور مثلا تونسته از مکس حامله شه وقتی نه دی این ای داره نه رحمی داره. در واقع مثلا جوابش ساده است، این که وردونا از روش محبوب کارتون نتورک برای به دنیا آوردن بچه از طریق انرژی، یا کسی که از انرژی ساخته شده، یا کسی که از نور ساخته شده، یا کسی که اصلا جسم نداره، فقط یه تکه نور و شیشه است، طور استفاده کرده. اونم چیست؟ رحم مصنوعی. حالا رحم مصنوعی چیه؟ حالا خدا میدونه چطور تونستن، اونم باز خدا میدونه. بعد من اینجا چیکار میکنم اینم خدا میدونه.